سلام، من رابرت کیوساکی هستم. خیلی منو با کتاب پدر پولدار پدر بی پول میشناسن. من این کتابو برای افرادی نوشتم که تصمیم جدی برای ثروتمند شدن گرفتن، اما هیچ نقشه راهی برای رسیدن به استقلال مالی ندارن. در واقع هیچ نقشه راهی هم نبود. در یه بازه زمانی با کتاب‌هایی مثل بیاندیشید و ثروتمند شوید از ناپل آن هیل و یا کتاب ثروتمندترین مرد بابل، شما یه مسیر مه‌آلودی به سمت ثروت و دارایی دیدین، اما هیچ وقت کسی نبوده که این مسیر رو با یه نورافکن قدرتمند برامون روشن کنه تا بدونیم دقیقاً از کجا باید به کجا بریم. این مشکلی بود که من همیشه داشتم. من خیلی سخت میخواستم ثروتمند و پولدار بشم، اما نمیدونستم چطور. برای همین دست به کارهای بیشتری زدم. در واقع تا قبل از آشنا شدنم با پدر پولدارم که در ادامه داستانشو براتون شرح میدم، من تصورم این بود که ثروتمند شدن به معنی بیشتر پول به دست آوردنه و برای بیشتر پول به دست آوردن حتما باید بیشتر کار کنیم. شما هم اینطور فکر میکنین؟ اما بعداً فهمیدم که این اشتباهه. در اصل این مسیر فقره. حتی اگه بیشتر هم درآمد داشته باشید، هیچ وقت ثروتمند نمیشید. درست مثل پدر فقیرم. اون بیشتر از پدر ثروتمندم درآمد داشت، اما در اصل فقیر بود. اطرافتون رو نگاه کنین. خیلی از افرادی رو میبینید که به نحوی سخت کار میکنن و درآمد خوبی دارن، اما طبق الگویی که توی این برنامه میخوام به شما آموزش بدم، اونا فقیر هستن، چون زمانشون رو با پول معامله میکنن. اونا الان درآمد بیشتری دارن، اما معلوم نیست در آینده درآمدشون همچنان رشد کنه یا نه. معلوم نیست که هزینه هاشون چقدره. تازه در خوشبینانه ترین حالت اونا اصلا فرصت لذت بردن از ثروتشون رو هم ندارن. پس توی این برنامه شما چند تا اصل و نکته مهم یاد میگیرین که به ترتیب به شما میگم. 1. فرق زیادی بین ثروتمند بودن و پولدار بودن وجود داره که در ادامه براتون توضیح میدم. 2. خونه یه سرمایه نیست. از ذهنتون بیرون کنین. 3. برای ثروتمند شدن لازم نیست هر روز ساعت 5 صبح بیدار شین و تا ساعت 10 شب کار کنید. 4. تو دنیای امروز املاک محل سرمایه گذاری خوبی هستن، اما این ایده ها هستن که شما رو ثروتمند میکنن. 5. اگه با افزایش درآمدتون ساعت کاری یا سختی کارتون بیشتر میشه، شما ثروتمند نمیشید. دارین مسیر رو اشتباه میرین. 6. شما باید مسیر پولی که وارد زندگیتون میشه و از زندگیتون خارج میشه رو بدونین. این مسیرها سخت نیستن. در واقع 4 تا مسیر بیشتر نیستن که دقیقاً این برنامه اونا رو به تفصیل براتون شرح میده. 7. ثروت هیچ ربطی به سن، جنسیت، سرمایه اولیه، پارتی و لابیگری، موقعیت و کشوری که توش زندگی میکنین نداره. همش به یه چیز ربط داره: افکارتون. 8. ثروتمند شدن یه علمه. شما هم میتونین اونو یاد بگیرین و ثروت شخصیتون رو بسازین. 9. ثروتمندا از راههای عجیب و غریب ثروتمند نشدن. اونا از راههای خیلی معمولی و عادی به ثروت رسیدن. از فکر ایده های خارق‌العاده و عجیب برای یه شب پولدار شدن بیرون بیاین. 10. ثروت هیچ ارتباطی با شانس نداره. در واقع یه مسیره و توی این مسیر شما هیچ گزینه‌ای جز ثروتمند شدن ندارید. خب اینا اصل ماجرایی بود که برای شروع این برنامه لازم داشتید بدونید. در واقع من ذهن شما رو میخواستم آماده کنم تا موضوعاتی رو با شما به اشتراک بذارم که بتونید سریعتر در فرکانس و مسیر ثروت آفرینی قرار بگیرین. اگه به 300 سال پیش برگشته بودیم، زمین یه منبع ثروت بود و زمیندارا ثروتمند حساب می شدن. بعد از اون دوران صنعتی میرسه و هر کسی که صاحب یه صنعت بود یا کارخونه‌ای داشت به ثروت میرسید. امروز دوران دانش و اطلاعاته. کسایی که به اطلاعات تازه و روز دسترسی داشته باشن ثروتمندن. اما مشکل اینجاست که سرعت رشد و پیشرفت تکنولوژی و دنیا همگام با کتاب‌های درسی نیستن. دنیا با سرعت بیشتری رشد و پیشرفت کرده، اما کتاب‌های آموزشی ما در مدارس برای 20، 30 یا حتی 50 سال پیش هستن.
روش‌های مدارس رو برای این دوره مناسب و کافی نمیدونم و معتقدم که اگه توی مدرسه عملکرد خیلی خوبی داشته باشین و درس‌ها رو درست و دقیق بخونین، احتمال این که یک کارمند خوب باشین خیلی بیشتر از اینه که یک کارآفرین باشین. در واقع مدرسه ها کارمند پرور هستند تا کارآفرین پرور. آموزش‌هایی که برای عصر سازمان‌های بزرگ و بوروکراتیک مناسب بود، دیگه جوابگوی نیازهای سازمان‌های پیچیده، شبکه‌ای و مبتنی بر دانش امروز نیست. در واقع فرزندانمونو برای دنیایی تربیت میکنه که دیگه وجود نداره. دنیایی که 1 الی 2 دهه پیش به تاریخ پیوست. من با توصیه‌های پدر پولدارم به جوانای امروزی توصیه میکنم که کارآفرین باشن. برای کارآفرینی باید سخت کوش، خوشبین و ریسک پذیر بود و باید یاد بگیرید که با هوش مالیتون تصمیم گیری کنید. هوش مالی از 4 عامل حاصل میشه: آشنایی با حسابداری، آشنایی با روش‌های سرمایه گذاری، بازاریابی و آگاهی از قوانین کشوری که در اون زندگی میکنین. و بالاخره پیام اصلی این برنامه این هستش: برای پول کار نکنید، کاری کنید که پول براتون کار کنه. اما چطور؟ خب اجازه بدید ماجرا رو از اول شروع کنیم. بخش اول. من 2 تا پدر داشتم، یکی بی پول و یکی هم پولدار. یکی خیلی درس خونده و باهوش بود، مدرک دکترا هم داشت، اما اون یکی پدرم هیچ وقت نتونسته بود کلاس 8 رو هم تموم کنه. هر دوشون آدمای سخت کوش و تو کار و زندگیشون موفق بودن. درآمد هر دوتاشون رضایت بخش بود، ولی یکی از اونا در زمینه مالی همیشه مشکل داشت. اما پدر دیگم از ثروتمندترین مردای ایالت هاوایی شد. هر دوشون مردای با اراده، خوشفکر و تاثیرگذاری بودن. هر دوشون به من پندهایی دادن، ولی نصیحتاشون متفاوت بود. هر دو پدرم به درس خوندن اعتقاد داشتن، ولی موضوعای یکسانی رو برای مطالعه توصیه نمی کردن. اگه من یه پدر داشتم، مجبور بودم تا نصیحتاشو قبول یا رد کنم، ولی با داشتن 2 تا پدر این فرصت رو داشتم تا دیدگاهاشون رو با هم بسنجم. دیدگاه یه مرد پولدار و یه مرد بی پول. مشکل من توی نوجوانی، یعنی اوایلی که با پدر پولدارم آشنا شده بودم، این بود که این مرد هنوز به ثروت نرسیده بود و پدر فقیرم هم هنوز بی پول نشده بود. هر دوشون تازه اول راه بودن و با درآمد و خانواده‌شون سرگرم بودن، ولی دیدگاه اونا درباره پول فرق می‌کرد. مثلا از دید یه پدرم عشق به پول سرچشمه همه بدیها و از دید اون یکی بی پولی ریشه همه بدیها بود. دوگانگی تو نظر اونا، خصوصا وقتی که پای پول به میون می اومد، اینقدر چشمگیر بود که منو سخت کنجکاو و جستجوگر بار آورد. یکی از دلایلی که ثروتمندا همیشه ثروتمندتر و فقیرا فقیرتر میشن اینه که موضوع کاربرد پولو توی خونه یاد میگیرن و نه توی مدرسه. خیلی از ما از پدر و مادرامون درباره کارکرد پول چیزایی یاد میگیریم. بنابراین یه پدر و مادر بی پول از پول چی میدونن که به بچهشون یاد بدن؟ خیلی ساده اکثرشون بلدن بگن خوب درس بخون و نمره‌های خوب بگیر. واقعا تو مدرسه از پول هیچ چی یاد نمیدن. از اون جایی که من 2 پدر اثرگذار داشتم، از هر دوشون چیزایی رو یاد گرفتم. برای مثال یکی از پدرام عادت داشت بگه از عهده من بر نمیاد، اما اون یکی این جمله رو به کار نمی برد و به جاش می گفت چطور میتونم از عهده این کار بر بیام؟ جمله اولی حالت خبری و دومی جنبه پرسشی داره. جمله از عهده من بر نمیاد مغزو از کار میندازه و جمله چطور میتونم از عهده‌اش بر بیام مغزو به حرکت و جستجو تشویق میکنه. از دید پدر دوم، جمله از عهده من بر نمیاد نشونه تنبلی مغزی و فکریه. اون به ورزیده کردن مغز که باور داشت قدرتمندترین کامپیوتر دنیاست عقیده داشت و همیشه میگفت هر چقدر مغزتون نیرومندتر بشه ثروتمندتر میشید. یکی از پدرها توصیه میکرد خوب درس بخون تا تو شرکت خوبی استخدام بشی و توصیه پدر دیگم این بود که خوب درس بخون تا بتونی شرکت ارزشمندی برای خریدن پیدا کنی.
یکی از پدرها میگفت دلیل این که ثروتمند نشدم شما بچه هامید و اون یکی میگفت دلیل این که باید ثروتمند بشم شما بچه هامید. یکی میگفت پولو باید محتاطانه و بدون ریسک هزینه کرد و اون یکی میگفت مدیریت خطر کردن رو یاد بگیرید. یکی عقیده داشت خونه ما بزرگترین دارایی خانواده است و به عقیده اون یکی خونه بزرگتر یه بدهکاریه و هر کسی که بیشترین درآمدش رو توی خرید خونه سرمایه گذاری کنه دچار دردسر میشه. هر دو پدر صورت حساباشون رو وقت خودش پرداخت میکردن، ولی یکی تو اولین فرصت و اون یکی تو آخرین فرصت. به عنوان یه نوجوان آگاهانه تصمیم گرفتم تا همیشه به انتخاب اندیشه هاشون توجه کنم و اینکه نصیحت کدومشون رو آویزه گوشم کنم، پدر پولدار یا پدر بی پول. هرچند که هر دوی این آقایون سخت بر لزوم آموزش و یادگیری تاکید داشتن، اما دیدگاهشون تو این که چی باید یاد گرفت متفاوت بود. یکیشون از من میخواست تا خوب درس بخونم، به درجات تحصیلی بالا برسم و برای پول درآوردن کار کنم، وکیل، حسابدار و یا کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی بشم و اون یکی منو تشویق میکرد تا برای ثروتمند شدن درس بخونم و بدونم که پول چطور کار میکنه و چطور میتونم اونو به خدمت خودم بگیرم. اون همیشه میگفت من برای پول کار نمیکنم، پول برای من کار میکنه. از 9 سالگی تصمیم گرفتم تا تو زمینه پول از پدر پولدارم پیروی کنم و یاد بگیرم. گوش دادن به پدر بی پولم و کنار گذاشتم. هرچند که دارای مدرک عالی دانشگاهی بود، اما من تصمیم داشتم آینده مالیم شبیه پدر پولدارم بشه. همین که تصمیم گرفتم تا جانانه به کی گوش بدم، آموزشم تو زمینه کارکرد پول شروع شد. پدر پولدار به مدت 30 سال به من درس داد تا 39 ساله شدم. وقتی که فهمید اون چیزی که میخواسته بهم یاد بده به خوبی ایده هاشو فهمیدم و یاد گرفتم، دیگه ادامه نداد. پول فقط گوشه ای از قدرته. از اون قدرتمندتر آموزش مسائل مالیه. پول میاد و میره، ولی اگه چگونگی کارکرد پول رو یاد بگیرین، بر اون چیره و مشغول ثروتمند شدن میشین. چون من از 9 سالگی یادگیری رو شروع کردم، درسای پدر پولدارم ساده بودن. مهمترین اونا 6 درس بود که در طول 30 سال تکرار می شدن. این برنامه آموزشی اساره اون 6 درسه. به همون سادگی که پدر ثروتمندم به من یاد داد، منم میخوام به شما منتقل کنم. درس 1: ثروتمندا برای به دست آوردن پول کار نمی کنن. درس 2: چرا یاد گرفتن دانش مالی ضروریه؟ درس 3: مواظب کسب و کارتون باشید. درس 4: تاریخ مالیات ها و قدرت شرکت های بزرگ رو داشته باشید. 5: ثروتمندا پولشون رو سرمایه گذاری میکنن؟ درس 6: برای یادگیری کار کنید، نه پول درآوردن. تو ادامه این برنامه از درس اول شروع میکنم و گام به گام مسیر ثروتمند شدن رو به شما آموزش میدم. همونطور که پدر پولدارم به من آموزش داد که امروز به استقلال مالی و ثروت رسیدم و زودتر از موعد تو جوانی خودم رو بازنشسته کردم تا از زندگیم لذت ببرم، در حالی که شرکت‌هایی که تأسیس کردم بدون حضور من در حال پول سازی برای من هستن. آماده اید از درس اول شروع کنیم؟ درس 1: ثروتمندان برای پول کار نمی کنند. پدر، میتونی به من بگی چطور میشه ثروتمند شد؟ پدرم روزنامه عصر رو کنار گذاشت و پرسید پسرم چرا میخوای ثروتمند بشی؟ گفتم امروز مادر جیمی رو در حال رانندگی با کادیلاک تازه‌شون دیدم. آخر هفته‌ام به ویلای کنار دریاشون میرن. 3 تا از دوستا رو با خودشون میبرن، ولی من و مایک دعوت نشدیم. گفتن شما بچه‌های فقیرید و با ما جور در نمیایید. پدرم با ناباوری پرسید واقعا همچین چیزی گفتن؟ با آهی غمگین گفتم بله. پدرم در سکوت سری تکون داد. عینکشو از روی بینی بالا زد و به خوندن روزنامه ادامه داد. منم همینطوری منتظر پاسخ موندم. پدرم روزنامه رو زمین گذاشت و به آرومی شروع کرد و گفت خب پسرم، اگه میخوای ثروتمند بشی باید پول درآوردن و یاد بگیری. پرسیدم چطور میتونم پول در بیارم؟
با لبخند جواب داد کلتو به کار بنداز. معنی حرفش خیلی ساده این بود که پاسخ درستی برات ندارم، بیشتر از این مزاحم من نشو. صبح روز بعد اون چیزیو که پدرم به من گفته بود و با بهترین دوستم مایک در میون گذاشتم. مادر و پدر من نیازهای ابتدایی مثل خوراک، پوشاک و سرپناه فراهم کرده بودن. اونا عادت داشتن که بگن اگه چیز دیگه میخواید برای به دست آوردنش کار کنید. مایک پرسید خب برای پول در آوردن چی کار کنیم؟ گفتم نمیدونم، ولی از تو میخوام با من شریک بشی. مایک قبول کرد و تو یکی از بعد از ظهرها اون پرتو نوری که تو انتظارش بودیم تابیدن گرفت. مطلب و مایک تو یکی از کتابای علمی خونده بود. من و مایک به خونه تک تک همسایه های منطقه سر زدیم و خواهش میکردیم تا تیوب خمیر دندونشونو برای ما نگه دارن. نگرانی مادرم بیشتر شد. کنار ماشین لباسشوییش گوشه‌ای و به عنوان انبار مواد خام انتخاب کرده بودیم. یه روز مادرم با لحنی جدی پرسید پسرا چی کار میکنید؟ یا این آشغالا رو خودتون ببرید بیرون از خونه یا همه رو خودم دور میریزم. توضیح دادیم که به زودی قرار تولیدمون رو شروع کنیم. منتظر چند تا همسایه دیگه ایم که خمیر دندوناشون رو مصرف کنن و تیوبای خالی اونا رو هم جمع کنیم. مادرم یه هفته دیگه به ما مهلت داد. تاریخ تولید رو جلو انداختیم. پدرم یه روز با یکی از دوستاش به خونه اومد و دید که 2 بچه 9 ساله توی پارکینگ خط تولیدشون رو با تمام سرعت راه انداختن. گرده پودر سفید همه جا بود. روی یه میز دراز، پاکت‌های کوچیک شیر که توی مدرسه مصرف میشن و منقل بزرگ خانواده ویژه کباب کردن پر از زغال آتیش سرخ با گرمای زیادم بود. پدرم با احتیاط جلو اومد. اون و دوستش که نزدیکتر شدن دیدن که داخل دیگ فولادی روی آتیش پر از تیوبای خالی خمیردندونه که ذوب میشن. اون موقع تیوبای پلاستیکی خمیردندون هنوز به بازار نیامده بود. ما لوله ها رو تو دیگ فولادی میریختیم و گرما میدادیم تا ذوب بشه. بعد دیگ رو با احتیاط از روی آتیش بر می داشتیم و فلز آب شده رو از سوراخ‌های کوچیکی که تو بالای پاکت شیر درست کرده بودیم میریختیم توش. دیواره های پاکت شیر رو با خمیر گچ پوشونده بودیم. پودر سفید پخش شده اطرافش از همون گچی بود که به دیواره ها مالیده بودیم. به خاطر عجله‌ای که تو کار داشتم پام به کیسه گچ خورده بود و ریخته بودمش رو زمین. انگار کارگاه و کولاک برف زده بود. پاکت‌های شیر لایه بیرونی قالبای گچی ما بودن. دست آخر کار تموم شد و دیگ رو پایین گذاشتیم. پدرم محتاطانه پرسید پسرا چی کار میکنید؟ گفتم همون کاریو میکنیم که شما گفتین، میخوایم ثروتمند بشیم. مایکم خندید و گفت شریکیم. پدر پرسید خب توی قالب گچی چی دارید؟ گفتم تماشا کن. پدرم با هیجان گفت وای خدای من، دارید نیکل گدازی میکنید. پدر از ما خواست تا همه چی رو کنار بذاریم و بهش گوش بدیم. با لبخند و به آرومی تلاش کرد تا معنای جعل کردن رو برامون توضیح بده. مایک با صدای لرزون پرسید منظورتون اینه که کار غیرقانونی کردیم؟ پدر با نرمی گفت بله. با این وصف شما یه اندیشه بکر و کاری بی سابقه رو به نمایش گذاشتید. واقعا من به شما افتخار میکنم. مایک و من ناامیدانه 20 دقیقه تو سکوت نشستیم. کسب و کار ما تو روز بازگشاییش برباد رفته بود. ورشکست شده بودیم. به مایک گفتم گمان میکنم جیمی دوستاش راست میگن. ما آدمای فقیری هستیم. پدرم برگشت و گفت پسرا شما وقتی فقیرید که دست از تلاش بردارین. نکته مهم اینه که شما حرکتی کردین. شما کاری انجام دادین. من به هر دوی شما افتخار میکنم. ادامه بدید و تسلیم نشید. پرسیدم پدر پس چرا شما ثروتمند نیستین؟ گفت چون من یه معلمم. واقعیتش معلما به ثروتمند شدن فکر نمی کنن. فقط درس دادن رو دوست دارن. اگه میخواید درس ثروتمند شدن رو یاد بگیرین برین پیش پدر مایک. مایک با چهره‌ای درهم کشیده گفت پدر من؟ پدرم با لبخند تکرار کرد بله پدر تو. کارشناس بانکی من و پدرت یه نفره. ایشون از پدرت سخت تعریف میکنه. چند بار به من گفته که پدرت در زمینه پول ساختن نابغه است. با شنیدن این حرفا من و مایک خوشحال شدیم و با پدرش دیدار کردیم. پدر مایک خیلی ما رو تحویل گرفت و از پرسش ما خوشش اومد. خیلی جدی رو به ما کرد و گفت پسرا آماده اید؟ ما هم با تکون دادن سرمون جوابشو دادیم. ادامه داد
خیلی خوب، به شما میگم چطور ثروتمند بشید، ولی نه به روش مدرسه‌ای. باید کار کنید. منم آموزش میدم. اگه کار نکنید از درسم خبری نیست. گفتم میتونم چیزی بپرسم؟ گفت نه، یا قبول کنید یا بفرمایید برید. اگه نتونید از همین الان ذهنتون رو تصمیم گیرنده بار بیارید، هرگز پولساز نمیشید. فرصت‌ها میان و میرن. اینکه بدونید کی و چطور باید سریع تصمیم گرفت مهارت مهمیه. فرصتی که خواستین الان در اختیارتونه. تا 10 ثانیه دیگه یا درس شروع میشه یا قرارمون به هم میخوره. من و مایک قبول کردیم. پدر مایک گفت به فروشگاه من میرید و برام کار میکنید. ساعتی 10 سنت به شما میدم و هر شنبه 3 ساعت کار میکنید. من گفتم ولی شنبه ها بازی بیسبال دارم. پدر مایک با عصبانیت گفت قبول میکنید یا ولش میکنید؟ پاسخ دادم قبول میکنم و اینطور شد که کار کردن و یاد گرفتن رو به جای بیسبال انتخاب کردم. 3 هفته پیاپی تو فروشگاه کار کردم. ساعت 12 کارم تموم میشد و مسئول فروشگاه 3 تا سکه 10 سنتی کف دستم میذاشت که حتی اون موقع تو دهه 1950 برای یه بچه 9 ساله پول هیجان انگیزی نبود. با فرارسیدن هفته 4 من آماده ترک کار شده بودم، چون میدیدم که برده ساعتی 10 سنت شدم. گذشته از این، بعد از اولین دیدار دیگه پدر مایک رو نمیدیدم. وقت نهار به مایک گفتم من این کارو ول میکنم. مایک به خنده افتاد. با عصبانیت و ناراحتی پرسیدم چرا میخندی؟ مایک گفت پدرم گفته بود که اینطوری میشه. گفت که هر وقت آماده ترک کار شدی بریم پیشش. حاضر و آماده روبرو شدن باهاش بودم. حتی پدر واقعیم هم از دستش عصبانی بود. پدر واقعیم، همونی که اسمشو پدر بی پول گذاشتم، باور داشت که پدر پولدار از قانون حمایت از کودکان سرپیچی کرده و باید تحت پیگرد قرار بگیره. به ملاقات پدر مایک رفتم. بعد از 1 ساعت معطلی منو به اتاق خودش برد و گفت شنیدم که میخوای حقوقت بیشتر بشه وگرنه کارتو ترک میکنی. با بغض گفتم شما شرط رو رعایت نکردی. خیلی رسمی رو صندلی گردونش نشست و گفت بد نیست. تو کمتر از 1 ماه صدات به بلندی بقیه کارکنای گله‌مندم رسیده. از موضوع سر در نیاورده بودم. گفتم چی؟ شما قولتون رو شکستین. به من چیزی یاد ندادید. حالا میخواید منو تنبیهم بکنید؟ این بیرحمانه است. واقعا بیرحمانه است. پدر پولدارم آروم گفت ولی من دارم به تو آموزش میدم. با خشم گفتم به من چی یاد دادید؟ هیچی. پدر پولدار گفت اوه، الان صدا درست مثل بیشتر کسایی شده که برام کار میکنن. کسایی که یا اخراج کردم یا خودشون منو ترک کردن. با شجاعتی که از یه پسر بچه انتظارش نمیرفت پرسیدم چی داری بگی؟ شما قولتون رو نگه نداشتید. به من هیچی یاد ندادید. پدر پولدار آروم پرسید چطور میدونی که من هیچی یاد ندادم؟ گفتم هرگز با من حرفی نزدین. من براتون کار کردم و شما هیچی یادم ندادین. پدر پولدار پرسید فکر میکنی درس دادن فقط از راه گفتگو و سخنرانیه؟ جواب دادم خب آره. لبخند زنان گفت این روشیه که تو مدرسه ها یاد میدن. زندگی اینطوری درس نمیده. زندگی حرف نمیزنه، تو رو به این طرف و اون طرف فشار میده. با هر فشار میگه بیدار شو، چیزی هست که باید یاد بگیری. اگه از اون دسته آدمایی باشی که هر بار که زندگی روی تندشو نشونت داد تسلیم میشی، همچین آدمایی همیشه حاشیه امن رو انتخاب میکنن. آهسته میرن و آهسته میان. پس انداز میکنن برای روز مبادایی که هرگز نمیاد. پرسیدم شما هم دونسته با من خشن رفتار کردید؟ پدر پولدار گفت بعضیا همچین فکر میکنن، ولی من فقط خواستم کمی از مزه زندگی رو به تو بچشونم. پرسیدم کدوم مزه زندگی؟ گفت شما پسرا اولین کسایی هستید که از من خواستن تا تو زمینه پول ساختن درسشون بدم. بیشتر از 150 نفر برام کار میکنن، ولی حتی 1 نفرشون از من نپرسیده که از پول چی میدونم. از من شغل و یه چک حقوقی میخوان، ولی هیچ وقت نخواستن که درباره پول چیزی یاد بگیرن. همینه که بهترین سالهای زندگیشونو برای کسب پول صرف میکنن بدون اینکه به درستی بشناسنش. برای همین موقعی که مایک به من گفت شما میخواید راه و روش پول درآوردن یاد بگیرید، خواستم زندگی کمی از خشونتش رو به شما نشون بده تا آماده یادگیری بشید. به این دلیل بود که مزدتون رو ساعتی 10 سنت پرداخت کردم.
پرسیدم درسی که از ساعتی 10 سنت کار کردن گرفتیم چی بود؟ این که شما آدم ناعادلی هستید و به کارکنانتون ظلم میکنید؟ پدر پولدار از ته دل به خنده افتاد. وقتی خندش تموم شد گفت تو بهتر نظرتو درباره من عوض کنی. از سرزنش کردن من دست بردار. اگه فکر میکنی که من مشکل سازم تغییرم بده، ولی اگه مشکل از خودته خودتو اصلاح کن. یه چیز تازه یاد بگیر و عاقل‌تر شو. خیلی از مردم میخوان دنیا رو عوض کنن غیر از خودشون. بذار یه چیزی بهت بگم. تغییر خودت از تغییر همه مردم آسون تره. گفتم نمیفهمم. پدر پولدار با صبری گفت به جای خودت منو سرزنش نکن. گفتم ولی شما بودید که ساعتی 10 سنت به من دادین. پدر پولدار با لبخند پرسید خب چی یاد گرفتی؟ با کمی اخم گفتم این که شما آدم ناعادلی هستید. گفت ببین فکر میکنی که مشکل از منه؟ گفتم بله همینطوره. گفت خب همین رفتار رو ادامه بده و چیزی یاد نمیگیری. اگه این رفتار رو ادامه بدی چه راهی برات باقی میمونه؟ گفتم خب اگه دستمزدمو اضافه نکنی، به من احترام نذاری و درس ندی، کارو ترک میکنم. پدر پولدار گفت خب همین کارو بکن. همونطور که خیلی از افراد میکنن. اونا دنبال کار دیگه ای میرن. یه فرصت بهتر و پرداخت بیشتر. فکر میکنن که شغل تازه و دستمزد بالاتر مشکلشون رو حل میکنه. تو خیلی از موارد اینطور نیست. پرسیدم پس چی مسئله رو حل میکنه؟ قبول کردن ساعتی 10 سنت؟ پدر پولدار با خنده گفت این کاریه که گروه انجامش میدن. چه که دستمزدشون رو میگیرن و میدونن که خانواده‌شون تو فشار مالی دست و پا میزنه. در انتظار افزایش دستمزد میمونن و فکر میکنن که پول بیشتر مشکل اونا رو حل میکنه. یه عده‌ای هم شغل دومی میگیرن و یه دریافت مختصر دیگه. در حالی که به کف اتاق زل زده بودم، رفته رفته پیام آموزشی پدر پولدار رو میفهمیدم. میتونستم احساس کنم که مزه زندگی همینه. ازش پرسیدم پس چی میتونه این مسئله رو حل کنه؟ در حالی که به نرمی به سرم ضربه میزد گفت این چیزی که بین دوتا گوشاته. اینجا بود که پدر پولدار تفاوت خودشو با کارکنانش و پدر بی پولم به نمایش گذاشت. همون چیزی که دست آخر اونو به یکی از بزرگترین ثروتمندای هاوایی تبدیل کرد. در حالی که پدر تحصیل کرده و بی پولم همچنان با مشکلات مالی درگیر بود. تفاوت خیلی ساده است. پدر پولدار پیوسته این دیدگاه ساده را تکرار میکنه. چیزی که من اسمشو رو درس شماره 10 میذارم. طبقه فقیر و طبقه متوسط برای پول کار میکنن، اما ثروتمندا ترتیبی میدن تا پول براشون کار کنه. پدر تحصیل کردم توصیه میکرد سخت درس بخونم، نمره‌های خوب بگیرم تا بتونم توی شرکت بزرگ شغلی مطمئن و تضمین شده با مزایای عالی به دست بیارم. اما پدر پولدار از من میخواست تا اسرار کارکرد پول رو یاد بگیرم و اونو به خدمت بگیرم. این درس‌ها رو با راهنمایی اون در خلال زندگی یاد گرفتم و نه کلاس درس. ثروتمندا برای پول کار نمی‌کنن. پدر پولدار میگفت خیلی از مردم رو میشه با یه قیمتی خرید. هر کدوم از اونا یه قیمتی دارن که حاصل جمع میزان ترسا و آرزوهاشونه. اول ترس از بیپول شدن اونا رو وادار به سخت کوشی میکنه که چک دستمزدشون رو هر ماه سر وقت بگیرن و بعد آرزوهاشون به کار میفته و به فکر چیزای دلپذیری میفتن که پول میتونه براشون بخره. اینطوریه که الگوی زندگی شکل میگیره. پرسیدم چه الگویی؟ گفت الگوی از خواب بلند شدن، رفتن سر کار، پرداخت صورت حسابا و خوابیدن و دوباره بلند شدن از خواب، سر کار رفتن، پرداخت صورت حسابا و ادامه دادن این سیکل تکراری. از این به بعد تو زندگی فقط این دوتا رو احساس میکنه: ترس و آرزو. اگه بهشون پول بیشتری بدی به هزینه کردنها اضافه میکنن. پدر پولدارم گفت در نهایت همه ما مستخدم هستیم، فقط در سطوح متفاوتی کار میکنیم. من از شما میخوام که حواستون به این دام باشه، دامی که آفریده احساس ترس و آرزوهامونه. اینا رو به سود خودتون به کار بگیرین و نه به زیانتون. این چیزیه که میخوام به شما یاد بدم. اگه تو سایه احساسات به بالاترین درآمد هم برسین، همچنان برده این. یه برده با دستمزد بالا.
پرسیدم چطور میشه از این دام در امان باشیم؟ پدر پولدارم جواب داد دلیل اصلی بیپولی یا رویارویی با مشکلات چیزی نیست جز ترس و جهل، وگرنه اقتصاد و دولت یا ثروتمندا هیچ تأثیری روی وضعیت مالی شما ندارن و اگه خیلی ها همچین ادعایی میکنن دارن بهونه میارن. ترس درونی و جهل انسانو توی این دام اسیر میکنه. پس شما درس بخونید و دانشگاه رو تموم کنید، منم یادتون میدم که چطور بیرون از دام بمونین. پدر پولدار توضیح داد که زندگی انسان یعنی تلاش و دست و پا زدن بین نادانی و آگاهی. شما اگه برای آگاهی وقت و انرژی نمیذارید، دارید برای جهل فرصت مناسبی ایجاد میکنین. اگه ثروتمند نمیشین، پس دارین فقیر میشین. اگه پیشرفت نمیکنین، پس دارین پسرفت میکنین. این جهان ایستانی است. همیشه در حرکت هستین. پدر پولدار میگفت به کار ادامه بدید. هرچه زودتر از فکر نیاز به دستمزد رها بشید. اینطوری زندگی بزرگسالیتون آسان‌تر میشه. مغزتون رو به کار بندازید و بیمزد کار کنید. روزی میرسه که راهی پیدا کنید با درآمدی خیلی بیشتر از اینی که من میتونم به شما بدم. چیزایی خواهید دید که دیگران نمیبینن. فرصتایی که درست پیش چشمتونه. خیلی از مردم هرگز این فرصتها رو نمیبینن، چون فقط دنبال پول و امنیتن. آخرش هم فقط به همینا میرسن. اگه یه بار فرصتی رو شناختین، برای کل زندگیتون میتونین از این فرصت استفاده کنین. اینو یاد بگیرین و خودتون رو از بزرگترین دام زندگی رها کنین. دیگه هرگز به این دام نخواهید افتاد. منظور من از دام برای پول کار کردنه. این نکته ها باعث شد ما یه مشارکت دیگه ای راه بندازیم. مادرمون یه زیرزمینی داشت که بلا استفاده مونده بود. اونجا رو تمیز کردیم و صدها کتاب نقاشی خنده‌دار که تاریخشون گذشته بود و جلداشون هم پاره شده بود و به ظاهر ارزشی نداشت رو جمع کردیم. کتابخونه‌ای برپا کردیم و خواهر کوچکتر مایکو که عاشق مطالعه بود اونجا به عنوان کتابدار گذاشتیم. کتابخونه از ساعت 14:30 تا 16:30 باز بود و از هر نفر 10 سنت ورودی می گرفتیم. رفته رفته همه بچه‌های منطقه مشتری کتابخونه ما شدن. برای اونا داد و ستد خوبی بود. تو فاصله 2 ساعت بعد از مدرسه میتونستن 5-6 تا کتاب خنده‌دار بخونن و فقط 10 سنت بپردازن، در حالی که اگه میخواستن کتابا رو بخرن باید بابت هر جلد 10 سنت بدن. خواهر مایک کار ثبت نام روزانه مشتریا، مقدار پولی که داده بودن و مواظبت از کتابا رو به خوبی انجام میداد. میانگین درآمد مایک و من هفته‌ای $9.5 بود. نفری $1 به کتابدار میدادیم و اجازه داشت که هر چقدر که میخواد کتاب بخونه. تلاش کردیم که شعبه دیگه‌ای هم برپا کنیم، ولی کسی به امانتداری و سخت‌کوشی خواهر مایک پیدا نکردیم. از اون موقع فهمیدیم که پیدا کردن کارمند شایسته چقدر دشواره. پدر پولدار خیلی خوشحال بود و چیزای دیگه‌ای داشت که بهمون یاد بده. از اینکه درس اول خوب یاد گرفته بودیم خیلی خوشحال بود. با دستمزد نگرفتن ناچار شدیم تا مغزمون رو برای پیدا کردن فرصتی برای پول ساختن به کار بندازیم. با به راه انداختن کتابخونه امور مالی دست خودمون بود و به هیچ بالاسری متکی نبودیم. جالبترین بخشش این بود که کسب و کارمون پول در می آورد. حتی اون وقتایی که خودمونم حضور نداشتیم پول برامون کار می کرد. پدر پولدار به جای افزایش حقوقمون باعث شد ما بتونیم اون همه پول به دست بیاریم. بخش سوم، درس 2، چرا هوش اقتصادی ضروریه؟ سالها گذشت. پدر پولدارم ثروت غیر قابل شمارشی داشت. اون تونست با روشی که در پیش گرفته بود از فقر به ثروت عظیمی دست پیدا کنه و بهترین دوستم مایک سال 1990 امپراتوری پدرش رو تحویل گرفت. واقعاً کارها رو بهتر از پدرش انجام میداد. اون و همسرش ثروتی دارن که نمیتونید مقدارش رو تصور کنید. امپراتوری پدر الان در دستای اونه و مایک در حال پرورش دادن پسرشه تا جاشو بگیره، همونطوری که پدر پولدار ما رو پرورش داد. در سال 1994 اون موقعی که 47 سال داشتم بازنشسته شدم. همسرم کیم 37 سال داشت. بازنشستگی تو این سن به معنای کار نکردن نیست، بلکه به معنی سد بستن مقابل تغییرات بزرگ و پیشبینی نشده است.
چه کار بکنیم و چه کار نکنیم، ثروت ما همیشه طوری رشد میکنه که خیلی بیشتر از تورمه و ارزشش رو همیشه حفظ میکنه. از دید من اسم این وضعیت رو باید آزادی گذاشت. دارایی های ما اونقدر زیادن که به صورت خودکار بیشتر میشن، مثل درختی که میکاریم. سالها بهش آب میدیم ولی روزی میرسه که دیگه به شما نیاز نداره. ریشه هاش به خوبی تو زمین فرو رفته. درخت دیگه از شما بی نیاز میشه و فقط یه سایه آرامش بخش براتون داره. تو این دور و زمانه ما تو شرایطی متغیرتر از دوران گذشته زندگی میکنیم. بگمونم فراز و نشیب‌های 25 سال آینده دست کم همتراز با بالا رفتن و پایین اومدن هایی که در گذشته وجود داشتن. من تعجب میکنم که چرا خیلی از مردم سخت روی پولشون توجه و تمرکز دارن ولی به پرورش خودشون نمیپردازن. اگه انسان‌ها انعطاف پذیر با اندیشه باز و آگاه رشد کنن، ثروتشون در نتیجه دگرگونی‌ها همیشه رو به رشد خواهد بود. ولی اگه پول و حلال مشکلاتشون بدونن، به گمونم راهی دشوار رو در پیش گرفتن. آدمای هوشمند مشکلات رو از جلوی خودشون بر می‌دارن و پول می‌سازن. پول بدون هوشمندی مالی خیلی زود از کف میره. خیلی از مردم تو زندگیشون این نکته مهم رو نمیفهمن که مقدار پول به دست اومده اهمیت نداره، مقداری که میمونه مهمه. بنابراین اونا که از من میپرسن از کجا شروع کردم یا چطور میشه زود ثروتمند شد، از پاسخم سرخورده میشن. به اونا میگم پدر پولدارم وقتی کوچیک بودم به هم گفت اگه میخوای ثروتمند شی باید به جای پول هوش مالی پس انداز کنی. هر وقت با هم ملاقات داشتیم این نکته رو مثل چکش رو مخم میکوبید. پدر تحصیل کردم رو خوندن کتاب‌ها تاکید داشت و رمان‌های زیادی خونده بود. اما پدر پولدار ازم میخواست تا تو زمینه مالی خبره بشم، سرمایه گذاری کنم و هزینه هامو برای راه اندازی کسب و کارها یا سرمایه گذاری صرف کنم تا خریدن ماشین و خونه. چون دارایی ها هستن که باعث میشن شما پولدار بشین و نه بدهی ها. چون پدر پولدارم معتقد بود دو نوع بدهی داریم، یکی بدهی خوب و یکی بدهی بد. مثال بدهی خوب شروع کسب و کار با وامه که باعث میشه که ثروت بیشتری به دست بیارید و بدهی هم بعد از مدتی صاف بشه، اما شما کسب و کاری دارین که برای شما پول سازی میکنه. در آخر فقط باید این نکات مهم رو به خاطر داشت. 1. ثروتمندا دارایی میخرن اما فقرا فقط هزینه به بار میارن. برای مثال ثروتمندا با درآمدشون به جای خرید یه ماشین گران قیمت یک کسب و کار یا یه ملک میخرن و اونو تعمیر میکنن و میفروشن تا پول بیشتری به دست بیارن. اما فقرا دارایی نمیخرن، پولشون رو صرف چیزایی میکنن که فقط باعث هزینه میشه براشون. 2. طبقه میانی جامعه بدهی هایی میخرن که فکر میکنن داراییه. دارایی چیزی هستش که پول تو جیب شما میذاره، مثل ملکی که خریدید و اجاره دادید و یا پولی که بابت شروع کسب و کاری دادید و هر ماه سودی به حساب شما واریز میکنه. اما بدهی چیزیه که پولو از جیب شما بیرون میاره، مثل خونه‌ای که خریدین و فکر میکنین یه داراییه، در حالی که هر ماه پولی بابت هزینه ها و نگهداریش پرداخت میکنین و هیچ پولی به حساب شما واریز نمیکنه. بخش 4. به فکر کسب و کاری برای خودتون باشید. در سال 1974 از آقای ری کراک درخواست شد تا برای دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه تگزاس سخنرانی کنه. ری از دانشجوها پرسید من مشغول چه کاریم؟ دانشجوها همه به خنده افتادن و فکر کردند که ری با اونا شوخی میکنه. کسی پاسخ نداد و ری پرسشش رو تکرار کرد. تصور میکنید که کسب و کار من چیه؟ دانشجوها دوباره خندیدن تا اینکه یکی از شجاعترین اونا گفت ری، تو دنیا کیه که نمیدونه تو توی کار همبرگر هستی؟ ری با پوزخند گفت این همون پاسخیه که پیش خودم تصور میکردم که از شما میشنوم. یه خورده صبر کرد و بعد با عجله گفت خانومها و آقایون، من تو کار املاکم نه همبرگر. ری زمان زیادی رو به توضیح دیدگاهاش پرداخت. در برنامه کاری ری میدونست که هدف اولش فروش امتیاز رستوران‌های KFC هستش، ولی چیزی که هیچ وقت فراموش نمیکنه انتخاب محل مناسب رستوران‌ها بود.
خریدارای امتیاز رستوران بهای زمینشو هم میپردازن که به مالکیت سازمان ری کراک در میاد. خب اگه یادتون باشه بخش قبلی رو با این مطلب پایان دادیم که خیلی از مردم برای دیگران کار میکنن و نه برای خودشون. اونا اول برای دارنده شرکت، بعد برای دولت گیرنده مالیات و بعد برای بانک‌های وام دهنده به خودشون کار میکنن. دوران کودکی ما رستوران مکدونالد در اون حوالی شعبه نداشت، ولی پدر پولدار همون درسی رو به من میداد که ری کراک تو سخنرانی خودش تو دانشگاه تگزاس عنوان کرد: راز شماره 3 ثروتمند شدن. اون راز اینه: کسب و کاری رو برای خودتون در نظر داشته باشید. گرفتاری های مالی اغلب نتیجه کار کردن برای دیگران در سراسر زندگیه. خیلی از مردم تو پایان روز کاری چیزی از خودشون ندارن. برای اینکه تو زمینه مالی بی‌نیاز بشید، باید برای خودتون هم کسب و کاری به وجود بیارید. پولدار بودن کسب و کار ستون دارایی ها رو در برابر درآمدها به گردش میاره. همونطوری که قبلا گفته شد، قدم اول شناخت تفاوت دارایی از بدهی و خرید داراییه. ثروتمندا چشم به ستون دارایی‌ها دارن، در حالی که دیگران به انتظار صورت حساب درآمد نشستن. کاری که خیلی‌ها میکنن همینه که بی خیال از خونه میرن بیرون و با کارتای اعتباری یا پول حقوقی که گرفتن به خرید خودرو یا دیگر کالاهای تجملی دست میزنن. ممکنه که فقط حوصله‌شون از یه وسیله‌ای به سر اومده و اسباب بازی تازه‌ای میخوان. کسایی که با کارتای اعتباری و وام بانکی که یه بدهی حساب میشه اقلام تفریحی و تجملی میخرن، اغلب ناچار میشن تا زیر فشار مالی اونا رو با بهای اندک دوباره بفروشن. بعد از وقت گذاشتن و فکر کردن در مورد سرمایه‌گذاری‌های سنجیده و نیرومند کردن ستون دارایی‌های واقعی، اون موقع میشه از پاداش‌هایی که نصیبمون میشه استفاده کنیم و پرداخت رو شروع کنیم. راهی که به سوی ثروتمندی پیش میره. این پاداش صرف وقت و دانش مالی کسایی میشه که کسب و کار خودشونو به راه انداختن. بخش 5: تاریخچه مالیات‌ها و قدرت شرکت‌های بزرگ. داستان رابین هود هنوز از دوران دبستان یادم مونده. معلممون این داستانو از نمونه‌های برجسته قهرمانی میدونست. کسی که پول و ثروتو از ثروتمندا میدزدید و بین فقیرا پخش میکرد. پدر پولدار من رابین هود رو نه قهرمان بلکه یک کلاهبردار میدونست. من بارها شنیدم که میگن چرا ثروتمندا با این که اینقدر پول دارن کم به فقرا کمک میکنن، یا ثروتمندا باید مالیات بیشتری بپردازن تا هزینه فقرا بشه. همین تفکرات رابین هودی یا گرفتن از ثروتمندا و بخشیدن به بیپولاست که مایه بیچارگی طبقه متوسط جامعه و فقرا شده. واقعیت اینه که ثروتمندا به درستی مالیات نمیدن. طبقه متوسط به ویژه درس خونده ها پرداخت عمده مالیات رو به دوش دارن. چیزی که تو تاریخ گفته نشده اینه که مالیات در اصل برای ثروتمندا وضع شد، ولی اون موقع اینطوری برداشت میشد که مالیات رو برای تنبیه ثروتمندا گذاشتن. صدها ساله که جنگ بین ثروتمندا و فقرا در جریانه. فریادهای از ثروتمندها بگیرید همیشه از گلوی عامه مردم بیرون اومده. این مبارزه همیشه ادامه پیدا میکنه، ولی بازندگان مردمی هستند که ناآگاهن. اونایی که صبح زود از خواب بلند میشن، سخت کار میکنن و مالیات میدن. اونا اگه از بازی ثروتمندا مطلع بودن و قانون اونا رو به درستی استفاده میکردن، میتونستن خیلی راحت به استقلال مالی برسن. پدر پولدار همیشه تذکر میداد که بدون داشتن قدرت اگه به مسابقه زورآزمایی بری، خیلی راحت رونده میشی به گوشه ی رینگ. منو نصیحت میکرد که ترسناکترین فرد زندگیمو بشناسم و اون نه رئیس یا سرپرست بلکه مأمور مالیاته. اینا هر وقت که فرصت پیدا کنن بیشتر مالیات میگیرن. از مزایای پیشرفت پلکانی توی شرکت‌ها برام میگفت. نمیدونست که با تسلیم شدن در برابر یه چک حقوق ماهانه آدم تبدیل به یه گاو شیرده و سر به زیر میشه. اون موقع که نظرات پدر تحصیل کردم و با پدر پولدارم در میون میذاشتم، فقط به یه پوزخندی بسنده میکرد و میگفت خب چرا نمیخوای مالک یه شرکت بزرگ باشی؟ استفاده کردن از درسایی که از پدر پولدار یاد گرفته بودم منو از اسیر موندن تو این چرخه بیهوده نجات داد.
بدون دانش و آگاهی تو زمینه مالی و کارکرد پول که اسمشو بهره هوش مالی میذاریم، به دست آوردن این فرصت و رسیدن به استقلال مالی شدنی نبود. من الان یافته ها و برداشت هامو در خلال نشست ها و همایش ها در اختیار دیگران میذارم، به این امید که براشون سودمند و مؤثر باشه. بهره هوش مالی شما طی فرایند تجربه در این 4 حوزه افزایش پیدا میکنه. 1. حسابداری. من به این آگاهی باسوادی مالی میگم. حسابداری یه مهارتی مفیده که برای برپا کردن امپراتوری خودتون بهش نیاز دارین. هرچقدر بیشتر پول داشته باشید، باید حساب و کتاباش روشن‌تر باشه، وگرنه کاخاتون فرو میریزن. حسابداری به بخش چپ مغز و جزئیات مربوطه. با کمک این مهارت از توانمندی‌ها و کاستی‌های هر کسب و کار آگاه میشید. برای تقویت این مهارت باید حساب و کتاباتون رو شروع به نوشتن کنید. یه دفتر حسابداری داشته باشید. بشینید هر آخر هفته حساب کنید که این هفته چه خرج‌هایی کجاها انجام دادید. آیا این خرج‌ها رو انجام نمیدادید پولتون بیشتر میشد یا جای درستی خرج کردید؟ و یا اگه مثلا تو کسب و کار X مبلغ 10 میلیون تومان بخواید سرمایه گذاری کنید، چطور و چه وقت این پول به حساب شما برمیگرده؟ تمام تمرینات این بخش با نوشتن شروع میشه. شما باید عادت کنید حساباتون رو بنویسید و دقیق مسیری که پول وارد زندگیتون میشه تا وقتی که پول از زندگیتون بیرون میره رو رصد کنید و زیر نظر بگیرید. دقیقاً باید کشف کنید چند درصد از درآمد ماهیانتون صرف سرمایه گذاری، چند درصد صرف هزینه و چند درصد صرف دارایی هاتون شده. اینطوری دید بهتری نسبت به اوضاع مالیتون پیدا میکنید. 2. سرمایه گذاری. من اسمشو دانش مجبور کردن پول به پول درآوردن گذاشتم که به بخش سمت راست مغز یا بخش آفریننده اون ربط داره. شما برای تقویت این مهارت باید همواره در حال پرسش باشید. همیشه از خودتون بپرسید چرا این مغازه موفق‌تر از مغازه کناریشه در حالی که جفتشون اجناس مشابهی میفروشن، یا چرا شرکت X از شرکت Y موفق‌تر عمل کرده، و یا اینکه چطور کسب و کاری راه اندازی کنم تا موفق و سودآور باشه. با این پرسش‌ها شما به سمت دانش و اطلاعات جدیدی از کتابا و استادان راهنمایی میشید که به صورت پیوسته و بروز آگاهیتون بالا میره. 3. شناختن بازارها. داشتن شناخت عرضه و تقاضا. شناخت جنبه‌های فنی بازار یعنی اون چیزهایی که بر اثر کارکرد احساسات شکل می‌گیرن، مثل فروش اسباب بازی‌ها تو آغاز سال نو و دیگر عوامل کارا توی بازار، جنبه‌های بنیادین اون مهارته. مثلا آیا سرمایه گذاری تو وضعیت کنونی بازار درسته یا نادرست؟ برای درک بهتر این موضوعات فقط باید مطالعه و تحلیل کنید. 4. قانون. تصور کنید که یه سازمان و یه فرد از مهارت‌های فنی حسابداری و سرمایه‌گذاری در روند بازار آگاهن. یکی از قوانین مالیات و بهره برداری از امتیازهای داشتن شرکت آگاهه، ولی اون یکی شرکت چیزی در مورد این نمیدونه. تفاوت حرکت و پیشرفت این دو مثل راه رفتن و پرواز کردن میشه. در دراز مدت نتیجه خیلی متفاوته. پس همین امروز یک کتاب قانون بگیرید و قوانین مربوط به کسب و کارتون رو مطالعه کنید و سعی کنید اشراف کامل بر روی قوانین مالیاتی داشته باشید. بهره هوش مالی از نتیجه و همافزایی مهارت‌ها و هوشمندی‌های زیادی ساخته میشه. ولی از دید من ترکیب 4 مهارتی که گفتم مایه اصلی رسیدن به این ویژگیه. اگه میخواید به ثروتی چشمگیر برسید، ترکیب این مهارت‌ها یعنی دستیابی به هوش مالی براتون خیلی ضروریه. به صورت خلاصه در این مطلب میرسیم به این مورد. فردی که برای شرکت‌ها کار میکنه، درآمد داره، مالیات میده و هزینه میکنه. اما یه ثروتمند و صاحب شرکت درآمد داره، هزینه میکنه، اما بعدش مالیات میده. بخش 6. ثروتمندان پول میآفرینند. هممون توانمندی ها و هوش خوبی داریم، ولی چیزی که دست و بالمون بسته یه خورده کمبود اعتماد به نفسه.
عمل نکردن ما به دانش ناشی از ناآگاهی مالی نیست، بیشتر از نداشتن اعتماد به نفسه. این کاستی در برخی از مردم بیشتر دیده میشه. دلیلش چیه؟ به شما میگم. بعد از ترک مدرسه اغلب میدونیم که نمره‌های درسی دوران مدرسه خیلی اهمیت ندارن. در واقع تو زندگی واقعی به یه چیز دیگه‌ای برای سنجش موفقیت مالی نیاز داریم. شنیدم که با عنوانای گوناگونی مثل شجاعت، نترسی، دلیری، زیرکی یا سرسختی و مثل اینها صداش میزنن. این عامل هر عنوانی داشته باشه در ساختن آینده فرد نقش خیلی بیشتری از سابقه درسیش داره. تجربه شخصی خودم نشون داده که هر دو عامل دانش مالی و جسارت در کار ضروریه. چنانچه ترس بیشتر باشه نبوغ سرخورده میشه. تو کلاسام به دانشجوام خیلی توصیه میکنم که خطرپذیری و ریسک رو یاد بگیرن، دلیر باشن و اجازه بدن تا نبوغشون ترس رو به قدرت و هوشمندی تبدیل کنه. این پند برای گروهی کارسازه، ولی برای بعضیا فقط یه هیجان موقتیه. در زمینه کار کردن با پول خیلی از مردم ترس و وحشت دارن تا شکست نخورن. خب من حالا این سوال از شما میپرسم: چرا باید به پیشواز خطر برین؟ چرا لازمه تا هوشمندی مالی خودمون رو پرورش بدیم؟ چطور میشه سواد و آگاهی مالی به دست آورد؟ جواب من اینه: برای اینکه گزینه‌های بیشتری در راه پیروزی داشته باشیم. خیلی از مردم فقط یه راهو میدونن: سخت کار کردن، پسنداز و وام گرفتن. چرا باید هوشمندی مالی رو افزایش داد؟ چون میخواید کسی بشید که سرنوشت خودش تو دستای خودش باشه. با هر اتفاقی که رخ بده روبرو میشید و بهترش میکنید. گروه کوچکی میدونن که شانس آفریدنیه، همونطور که پول آفریدنیه. اگه بخواید خوشبخت بشید و پول سازی کنید، به جای این که مشغول کار کردن بشید، به هوشمندی مالی نیاز دارید. اگه از اون دسته مردمی هستین که در انتظار جور شدن فرصت مناسب میشینید، باید خیلی منتظر باشید. مثل اینه که منتظر باشید تا همه چراغای راهنمایی در سراسر مسیر 10 کیلومتریتون سبز بشن، اون موقع شروع به حرکت کنید. ما انسان‌ها تنها دارایی نیرومندی که داریم مغزمونه. اگه مغز و قوه فکریمونو به درستی پرورش بدیم، میتونه دنیایی از ثروت رو خلق کنه. علاوه بر این، مغزی که پرورش پیدا نکنه میتونه طوری فقر و بیچارگی به بار بیاره که تا چند نسل خانواده ادامه پیدا کنه. اغلب از من میپرسن که چطور $1 رو تبدیل به $1,000,000 کردم. منم که خیلی دوست ندارم از خودم تعریف کنم، فقط وقتی که بخوام سادگی فرآیند رو بگم نمونه هایی رو میارم. اگه شما با بنیان کار، خصوصاً 4 ستون اصلی هوش مالی که قبلتر در موردش حرف زدیم خوب آشنا شده باشین، پیشرفتتون آسون و آسونتر میشه. خود من بیشتر از 2 راه برای رشد ثروتم استفاده نمی کنم: املاک و سهام شرکت‌های کوچیک. زیربنا رو بر املاک گذاشتم. جریان نقدینگی در اونا روزانه و پیوسته است. بعضی وقتها ارزش اونا هم بالا میره. من به کسی توصیه پیروی از این راهبرد نمی کنم. اینا فقط مثال و نمونه‌ان. وارد فرآیندهای پیچیده‌ای که درک نمی‌کنم نمیشم. یه حساب و کتاب ساده و هوش مالی ابزارای فعالیت مالی منن. 5 دلیل داره که توی گفته‌هام از مثال و نمونه استفاده می‌کنم. 1. برای تشویق انسان‌ها به یادگیری. 2. نشون دادن سادگی فرایند به کمک 4 راه پولسازی. 3. نشون دادن این که برای رسیدن به هر هدف میلیون‌ها راه وجود داره. 4. نشون دادن این که همه میتونن به ثروت برسن. 5. نشون بدم که نمیخوایم موشک هوا کنیم، همش فقط یه کار ساده است. من به پول مثل بازی تنیس نگاه میکنم. سخت بازی میکنم، اشتباه رخ میده، اصلاح میکنم، اشتباههای تازه تری رخ میده، دوباره اصلاح میکنم و بهتر میشم. اگه مسابقه رو باختم، کنار تور میرم، دست حریف و فشار میدم و با لبخند میگم به امید دیدار تا جمعه بعدی. خب قبل از اینکه بخش 6 رو هم تموم کنیم، اینم باید به شما بگم که ما 2 جور سرمایه گذار داریم. 1. گروه اول که بیشترن، اونایین که یه بسته سرمایه گذاری رو میخرن. از اول تا خرده فروشی. حالا هر فعالیتی باشه، مثل شرکت داد و ستد املاک و مستقلات، کارگزاری بورس یا برنامه ریزی مالی و یا میتونه صندوق سرمایه گذاری مشترک یا سهام و اوراق بهادار هم باشه.
این یه راه ساده، تمیز و آسون تو سرمایه گذاریه. نمونهش کسیه که میخواد یه کامپیوتر بخره، میره فروشگاه و دستگاهو کامل میخره و از قفسه فروشگاه برمیداره. این افرادم همین کارو میکنن. دوست دارن همه چیز آماده باشه و اونا فقط پولشو پرداخت کنن. این گروه هم سود میکنن، اما به میزان کمتری نسبت به گروه دوم. 2. گروه دوم اونایی هستن که حرفه‌ای سرمایه گذاری میکنن. اینا بخش‌های یه سرمایه گذاری رو روی هم سوار میکنن، مثل کسی که قطعات یه رایانه رو جدا جدا میخره و میسازه. مثل موردیه که دستگاهی و همخوان با نیاز و خواست خودمون بسازیم. من سوار کردن قطعات رایانه رو نمیدونم، ولی میدونم که چطور بخش‌های یه فرصت رو روی هم جمع کنم، یا کسایی رو میشناسم که میتونن همچین کاری رو انجام بدن. مثلا شما میخواید کسب و کاری راه اندازی کنید و به دنبال افراد مورد نیاز میگردید تا در کنار هم بیان تا ایده‌تون رو عملی کنن. این گروه تحت هر شرایطی سود میکنن، چون میتونن تشخیص بدن کدوم قطعه کامپیوتر درست کار نمیکنه و اون قطعه رو عوض میکنن. اما گروه اول مجبورن کل بسته رو بفروشن و یه بسته جدید بخرن. اگه میخواید که از گروه دوم سرمایه گذارا باشید، باید 3 مهارت اساسی رو یاد بگیرین. این مهارت‌ها به علاوه اون مواردی که در زمینه رسیدن به هوش مالی گفتیم باید یاد گرفته بشه. 1. چطور فرصت‌هایی رو شناسایی کنم که دیگران ندیدن؟ شما میتونین چیزی رو با مغزتون ببینین که دیگران با چشم نمیبینن. 2. چطور پول تأمین کنیم؟ خیلی از مردم فقط راه بانک رو میشناسن. گروه دوم از سرمایه گذارا که منظورمون اونا هستن باید راه‌های ویژه‌ای برای تأمین سرمایه پیدا کنن. 3. چطور افراد هوشمند رو سازماندهی کنیم؟ آدمای باهوش کسایی هستن که با افراد هوشمندتر از خودشون کار میکنن یا اونا رو به استخدام در میارن. مثلا اگه دیدین به مشاوره نیاز دارید، باید یه مشاور باهوش انتخاب کنید. البته همکاری خطر هم داره. به جای ترس و فرار از خطر، مدیریت کردنش رو یاد بگیرید. چیزهایی هست که باید یاد بگیرید. پاداش یادگیری خیلی زیاده. اگه نمیخواید که مهارت‌های لازم رو یاد بگیرید، همون نوع اول سرمایه گذاری رو برای شروع پیشنهاد میکنم. بخش 7. برای یاد گرفتن کار کنید، نه پول جمع کردن. بخش 7 و 8 به دلیل تخصصی بودن خیلی خلاصه توضیح داده میشه. مهمترین مهارت‌های مدیریتی برای پیروزی رو میشه اینطور بیان کرد. 1. مدیریت نقدینگی که شامل مدیریت پول میشه. پول از کجا، چقدر، چطور و به چه حجمی باید وارد کسب و کار بشه، چطور کار کنه و چطور افزایش پیدا کنه. تمام این موارد به مدیریت نقدینگی بستگی داره. 2. مدیریت سیستم ها. همونطور که پدر پولدارم منو وادار میکرد برای ساعتی 10 سنت کار کنم، شما هم اگه میخواید کارآفرینی کنید، بهتر ابتدا برای یادگیری و شناخت سیستم ها مجانی جایی کار کنید. مثلا میخواید تولیدی پوشاک راه اندازی کنید؟ نه به خاطر پول، بلکه به خاطر یادگیری سیستم تولیدی پوشاک توی تولیدی حتی با دستمزد خیلی کم کار کنید. هدف شما اینجا حقوق ماهانه نیست، بلکه یادگیری سیستمیه که یه تولیدی پوشاک داره تا فردا چند 10 برابر اون حقوق رو برای خودتون بسازین. 3. مدیریت انسان‌ها. مدیریت انسان‌ها مهمترین تخصصه که فقط با تجربه و تحلیل به دست میاد. شما باید کتاب‌های شخصیت شناسی را مطالعه کنید و با افراد مختلف سر و کله بزنید تا کم کم یاد بگیرید با هر کسی چطور برخورد کنین. آدما با همدیگه فرق دارن و قانع کردن هر کسی برای کار کردن برای شما روش خاص خودشو میخواد. بخش 8. چیرگی بر موانع. انسان ممکنه که علیرغم درس خوندن و آگاه شدن در زمینه امور مالی، همچنان بر سر راه رسیدن به استقلال مالی با موانعی روبرو بشه. منظور من خانواده، دولت یا شریک و همکاراتون نیست.
5 دلیل عمده داره که ستون دارایی‌های برخی از افراد که اطلاعات مالی هم دارن اغلب خالی میمونه. این 5 دلیل اینها هستن: 1. ترس. 2. بدبینی. 3. تنبلی. 4. عادتهای نادرست. و 5. تکبر. به باور من هر انسانی در درون خودش از یه نبوغ مالی برخورداره. مشکل اینجاست که این نبوغ مالی از دوران مدرسه خواب مونده و نیاز به بیدار شدن داره. خوابیدن اون پیامد ناشی از اون تفکر فرهنگیه که پول و سرچشمه همه بدیها میدونه. تو این فرهنگ انسان تشویق میشه تا خوب درس بخونه، شغل دراز مدتی بگیره و برای پول درآوردن کار کنه. به ما یاد نمیدن که چطور پولو به کار کردن و خدمت خودمون وادار کنیم. تو بحث مالی همونطور که در ویدیوی آموزشی هم دیدین، پول تمام یک ایده است. یه باور، یه موضوع فکریه. شما باید افکار درستی در مسیر ثروت آفرینی داشته باشید. هیچ فرد بدبین، بدخلق و تنبلی نمیبینید که ثروت بزرگ و پایداری به دست آورده باشه. پس شدیداً بر روی باورهاتون در زمینه پول کار کنید. کاملاً باورهای محدود کننده را دور بریزین و باورهای تقویت کننده به جای اونها به خودتون تلقین کنید. بخش 9. دست به کار شوید. من یه فرایند 10 گانه رو برای پرورش استعداد خدادادیتون به شما توصیه می کنم. استعداد و نیرویی که فقط در اختیار ما انسان‌ها گذاشته شده. آماده اید؟ گام 1. نیرویی برتر از آنچه آشکار هست. نیروی فکر. فهرست مختصری درست می کنم. اول نخواستنها که آفریننده خواسته ها هستن. نمیخوام که کل زندگیم کار کنم. نمیخوام شغل مطمئن خونه‌ای تو حومه شهر داشته باشم. نمیخوام کارمند کسی باشم. متنفرم از این که مثل پدرم به دلیل گرفتاری‌های کاری به تماشای مسابقه فوتبال بچم نرم. متنفرم از این که حاصل سخت کوشی و جون کندنم و مثل پدرم به دولت بدم. حالا خواستنها رو به یاد بیاریم. میخوام برای سفر کردن و زندگی به سبکی که دوست دارم آزاد باشم. میخوام تو جوونی به اینا برسم. خیلی ساده میخوام که آزاد باشم. مهار وقت و زندگی دست خودم باشه. میخوام پولو به خدمت و کار کردن مجبور کنم. شما باید تمرکزتون رو به جای ناخواسته ها بر روی خواسته هاتون بذارین تا فرصت ها براتون نمایان بشن. اگه همیشه در حال غر زدن و گله و شکایت باشین، هیچ فرصت مناسبی برای پیشرفت تو مسیر خواسته هاتون به چشمتون نخواهد اومد. گام 2. حق انتخاب روزانه. نیروی گزینش. انسان ها میخوان حق انتخاب داشته باشن، به این دلیل که میخوان توی یه سرزمین آزاد زندگی کنن. پس این شما هستین که انتخاب میکنین چه افکاری در سر داشته باشین. موقعی که به مشکل برمیخورین میتونین انتخاب کنین این مشکل شما رو بیچاره و داغون کنه و یا میتونین انتخاب کنین تا از این مشکل به عنوان دلیل، بهونه و یا پله‌ای برای پیشرفتتون استفاده کنین. انتخاب با شماست. گام 3. دوستهای درست انتخاب کنید. نیروی همگرایی. من دوستامو بر اساس وضعیت مالیشون انتخاب نمی کنم. من دوستایی دارم که از تنگ دستی آهشون بلنده و دوستایی که میلیون ها دلار ثروت دارن. نکته مهم اینه که از هر دو گروه چیزهایی یاد میگیرم و این یادگیری آگاهانه است. در حالی که وارن بافت، دومین فرد ثروتمند دنیا، توصیه میکنه که فقط دوستایی داشته باشین که شما رو ثروتمند، شاد و سالم میکنن. انتخاب با شماست. شما در بلند مدت شرایط زندگی و مالیتون میانگین 5 نفر از دوستانتون خواهد شد که بیشتر وقتتون رو با اونها میگذرونین. گام 4. در یک فرمول خبره شوید، سپس به یادگیری فرمول تازه‌ای رو آورید. نیروی آموختن با شتاب. نانواها در پختن نون یه نسخه و فرمول رو پیروی میکنن، حتی اگه ننوشته و فقط در مغزشون باشه.
پول ساختن هم اینطوریه. به این دلیله که پول را اغلب مایه میگن. شما ابتدا توی یه روش برای پول سازی باید خبره بشید. خوب پول بسازید. اونقدر پول بسازید که از اون روش یا خسته بشید و یا دیگه کار نکنه. بعد روش جدیدی برای پول سازی پیدا کنید. اغلب مردم در ابتدای پولسازی چندین روش برای پولسازی استفاده میکنن و چون انرژی و تمرکزشون هم تقسیم میشه، اغلب اوقات تو هیچ کدوم موفق نمیشن. گام 5. اول سهم خودتون رو بدید. نیروی احترام. اگه نمیتونید افسار خودتون رو تو دست خودتون داشته باشید، اطراف ثروت نگردید. اول به یه دوره آموزشی سربازی یا انضباطی برید تا این مهارت رو به دست بیارید. شما باید روی خودتون، نفستون و احساساتتون کنترل داشته باشید. سرمایه گذاری کردن، پول درآوردن و بعد به باد دادنش معنایی نداره. آدمایی مثل برنده های لاتاری نمیتونن خودشونو کنترل کنن. توی لیست ثروتمندترین افراد دنیا هیچ اسم فردی که لاتاری چند میلیون دلاری رو برنده شده نمیبینید. همین نبود کنترل بر نفس هستش که باعث میشه کسایی که اضافه حقوقهایی کلان میگیرن سریع خرجش میکنن، ماشینای تازه میخرن و سفرهای تفریحی لوکس میرن. به کارآفرینان توصیه میشه به جای تمرکز روی کالا، خدمات و دستمزدها، روی پرورش مهارت‌های مدیریتی تمرکز کنن. 3 از مهمترین مهارت‌های ضروری عبارتند از مدیریت جریان نقدینگی، مدیریت انسانها و مدیریت وقت خود. گام 6. به کارگزاران خوب مزد بدهید. نیروی رایزنی برتر. اغلب می‌بینیم که بر دیوار خانه‌ها تابلوی فروش بیواسطه نصب کردن یا توی آگهی‌های تلویزیونی از کارگزاران ارزان میشنوید. پدر پولدار برعکس اینا رو توصیه می‌کرد. اون باور داشت که باید به حرفه‌ای‌ها دستمزد خوب داده بشه. خودش هم این کار می‌کرد. کارگزار چشم و گوش شما تو بازاره. همیشه اونجا هستن و نیازی به حضور من و شما نیست. گام 7. همچون سرخپوستان نیروی رایگان گرفتن. اولین مهاجرایی که به آمریکا آمدن در برابر برخی از عادتهای فرهنگی بومیان سردرگم می شدن. برای مثال اگه یه سفیدپوست احساس سرما می کرد، سرخپوستا بهش پتو می دادن. سفیدپوست هم فکر می کرد هدیه است و موقعی که سرخپوست برای پس گرفتن پتو می اومد، اغلب جریان به دعوا ختم می شد. انسان‌ها عادت دارن به همدیگه کمک کنن. از نیروی درخواست کردن و کمک رایگان گرفتن استفاده کنید. خیلی از مشاورای بزرگ حاضرن در صورتی که شجاعت پرسش رو داشته باشید به شما کمک کنن و پاسخ سوالاتتون رو به شما بدن. پس هیچ وقت فکر نکنید که مشاوره و پاسخ پرسشاتون گرونه. درخواست کنید تا به شما داده بشه. گام 8. این دارایی های شما هستند که برای شما وسایل رفاه و خوشگذرانی میخرند. نیروی تمرکز. من هم چیزای قشنگ و تجملی و به اندازه دیگران دوست دارم. فقط تفاوتش اینه که خیلی از مردم چیزای تجملی رو با گرفتن وام و قرض میخرن. نه، این درست نیست. شما نباید وسایل خوشگذرانی و تجملی رو با درآمدتون بخرید، بلکه باید اینا رو با سود حاصل از دارایی هاتون بخرید. گام 9. نیاز به اسطوره ها. نیروی افسانه ها. تو بازیای کودکی آرزو می‌کردم مثل قهرمانا باشم و می‌خواستم همه چیز رو درباره‌شون بدونم. باشگاه و میزان پرداخت‌هاشون رو میدونستم و میدونستم که قهرمانا چطور به اونجا میرسن. می‌خواستم تا همه چیز رو درباره قهرمانای دلخواهم بدونم، چون می‌خواستم مثل اونا بشم. برای همین اسطوره‌هایی برای وضعیت مالیتون داشته باشین. افرادی که الگوی شما باشن. به لیست ثروتمندان نگاهی بندازین و افرادی که خلق و خوی شخصیتشون شبیه شماست رو انتخاب کنین و شیوه زندگی و نگاهشون به پول رو کشف کنین. زندگی نامشون رو بخونین و خودتون رو جای اونا بذارین توی تصوراتتون. هر وقت راجع به موضوعی خواستین تصمیم بگیرین که مردد بودین، توی فکرتون ببینید که اسطوره شما در زمینه مالی اگه جای شما بود چطور فکر میکرد، چطور تصمیم میگرفت.
10. به دیگران یاد بدهید، خودتان هم خواهید آموخت. نیروی بخشش. هر دو پدر من معلم بودن. پدر پولدار به من درسی داد که در سراسر زندگی همراه هم میمونه و اون نیاز به خیرخواهی و بخشندگیه. پدر تحصیل کردم از وقت و دانشش خیلی میبخشید، ولی هرگز پول به کسی نمیداد. میگفت وقتی پول اضافی داشتم این کارو میکنم و البته هیچ وقت همچین فرصتی پیش نمیومد. اما شما باید بدونید که بخشش جزئی از مسیر ثروته. ثروتمندترین افراد جهان بخشنده ترین هستند. نگاهی به بخشش هایی که بیل گیتس یا وارن بافت در طول دوران زندگیشون انجام دادن بندازین تا به اهمیت این موضوع پی ببرید. بخش 10. باز هم بیشتر میخواید؟ پاره ای از بایدها را در ادامه بهتون میگم. کاریو که انجام میدید رو کنار بذارید. یعنی کارتون رو متوقف کنید و ارزیابی کنید که چه فعالیت‌هایی نتیجه بخش و کدومها بی نتیجه بودن. قانون 20-80 رو یاد بگیرید و 20% از فعالیت‌هایی که نتیجه بخش هستن رو مشخص کنین و مابقی 80% رو متوقف کنین. به دنبال اندیشه‌های نو باشین. کسی رو پیدا کنید که راهی رو که شما میخواید برید رو رفته باشه. به یه نهار مهمونش کنید. ازش راهنمایی‌های بکر بخواید و چم و خم انجام اون کار رو جویا بشید. در کلاس‌های آموزشی شرکت کنید و دوره‌های آموزشی راجع به کار یا سرمایه گذاری برید. پیشنهادهای زیادی بدید. من وقتی میخوام ملکی بخرم به موارد زیادی سر میزنم و پیشنهاد میدم. اگه شما هم پیشنهاد درست رو نمیدونید مثل من هستین. پیشنهاد و بنگاه و کارگزار میده. یه خورده کار برای من میمونه. تو هر منطقه‌ای که میخواید ملک بخرید ماهانه 10 دقیقه رانندگی و یا پیاده روی کنید. من خیلی از موارد خوب رو تو وقت پیاده روی پیدا کردم. اصول شناسایی ارزش تو همه موارد یکسانه. از خرید املاک گرفته تا سهام و یا یه شرکت تازه یا یه خونه جدید، همسر و حتی پودر رختشویی. فرایند همیشه یکسانه. باید بدونید چی میخواید و دنبالش بگردید. دنبال موارد مناسب باشید. همیشه یادتون باشه سود رو باید وقت خرید برد، نه فروش. از تاریخ درس بگیرید. تاریخ بخونید و دلیل شکست و موفقیت افراد و شرکت‌ها رو مطالعه کنید. و در آخر همیشه یادتون باشه اونایی که راه میافتن و حرکت میکنن از ایستاده ها میگذرن. اینا قسمت‌هایی از کارهایی بود که من برای پیدا کردن فرصت‌های مناسب برای پولسازی انجام داده و میدم. همونطوری که فعل انجام دادن و بارها و بارها در این دوره آوردم، به اقدام و عمل کردن باور دارم. باید قبل از اینکه انتظار هر سودی رو داشته باشید، اقدام کنید. پس همین الان دست به کار بشید.